بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. خواستم با یه همسری صحبت کنم. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم از کرج. آقا علی از کرج، بفرمایید. خودتون هستم یه همسری؟ بفرمایید، بله در خدمتتون هستم. همسری من یه دو تا سوال داشتم از خدمتتون، میتونم بپرسم؟ بفرمایید علی آقا. یکی که میخواستم آیا جزیه توی قرآن اومده یا حتی تو نهج البلاغه؟ در مورد چی در قرآن اومده؟ در مورد جزیه. جزیه، بله. بعد یکی هم هست که یه صحبتی هست که میگن که الله اسمی بت بود اون زمان. من میخوام ببینم واقعا بود یا نبود. الله اینم یه توضیح بدین در موردش. چشم. تشکر شما. خدا نگهدار. در مورد سوال اولتون، در سوره توبه آیه 29 الله سبحانه و تعالی در اینجا، احمد جان اگر که تصویر رو دارید نشون بدید، در اینجا الله سبحانه و تعالی در آیه 29 سوره توبه میگه که قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با کسانی از اهل کتاب که نه به الله و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را که الله و رسولش حرام کردن حرام میدانند و نه دین حق را میپذیرند بجنگید تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خیش جزیه بدن. این آیه است که در مورد جزیه در قرآن کریم اومده. اما شاید شبهه ایجاد بشه که خب این چه پولی است که شما میرید از کفار میگیرید در مقابل این که ایمان نمیارن. ببینید، اولا این رحمتی است از طرف دین مبین اسلام که کسی رو مجبور نمیکنه که مسلمان بشه. تو مسلمان نشو، بر همون دینی که داری باش، هیچ اجباری نیست. لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری نیست که تو بیای مسلمان بشی، تظاهر به اسلام بکنی، چون در اسلام نفاق جایی نداره. یا مسلمان شو، یا هر دین و آیینی که داری در دین و آیینت بمون. اگر مسلمان نشدی شما جزیه میدید، به این معنی که مقداری پول به دولت اسلامی میدید، در مقابل شما از خدمت سربازی معاف هستید. شما نمیرید در جهاد شرکت نمی کنید، در جنگ شرکت نمی کنید و از خیلی از اموری که در دین مبین اسلام هست شما معاف هستید. زکات نمیدید و همه عبادتاتون رو با آزادی میتونید انجام بدید و این خدمات اجتماعی که در یک نظام اسلامی وجود داره، یک انسانی مستمند است، نیاز داره، از طرف دولت اسلامی بهش کمک میشه. مثلا کسی در دوران جوانی جزیه داده به حکومت اسلامی، حالا که پیر شده حکومت اسلامی هیچ وقت اینو رها نمیکنه در خیابان. مانند روایتی است که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه پیرمردی رو دیدن از اهل کتاب که گدایی میکرد. گفتن خب قضیه این چیه؟ گفتن که این مستمنده، نیازمنده. گفتن یعنی عدالت نیست که ما در جوانی ازش جزیه گرفتیم و الان باید گدایی بکنه. از بیت المال مسلمین حقوقی براش تعیین کردن. این هست حقیقت جزیه که در حکومت اسلامی وجود داره. اما اینکه الله اسم یکی از بت‌های مشرکین بوده، در این مورد من هیچی نشنیدم تا هنوز و فکر نکنم که همچین روایتی درست باشه.